سلام علیکم. امروز بریم بیرون. عینا برداریم، لنز با دوربین. طبیعتاً بدون دوربین خیلی نمیدونم کمکی میکنه یا نه. نه به نظر نمیاد که اینو بدون دوربین بتونیم ببریم برای عکاسی. بندازیم به اون سمت جمشیدیه. اصلا عجب موهایی دارم واقعا. آبی چه شاتی قراره خوب در بیاد؟ نمیدونم صرفا آبی اومدم. من میخوام اینو ببرم مربع شه. اونم جالبه. چی کدوم؟ ساختمونه. این آجوریه؟ او پرنده داره جو، پرنده داره. مورتی قراره بره اولین بار ساندویچ چمن. یه جوری میگی انگار یک بچه کارم که پول ندارم ساندویچ رو خورم. خوش رنگه. سلام علیکم. این که سیب زمینی داشت و پنیرش هم خوشمزه بود ولی پس من ژامبونش کم بود. ساندویچ‌های من خوشمزه تره. اینو 100% واقعا. اینو بذار بگم اولدمانی که الان مد شده میپوشن، خب مید کلاس لاکچریه. کسی که پول داره اولدمانی نمیپوشه. الان که با سلاح هسته‌ای هم کم فاصله داریم، حتما عادت‌های اتمی رو بخونیم. ببین مردم چه خوشحالن. من که نمی‌بینم ولی حرف تو رو take your word for it. آهای مردم شما خوشحالی؟ گاوی هستی. بیایید مصاحبه کنید. سلام حسن. به نظر شما نفر قبلی از 10 چند بود؟ واو. تو ایران فکر کنم قفله هست یا نه میان؟ نه بابا. پوفیوزا پا میشن میرن آسپه. کدوم گوساله این نمیدونم چرا اینو دیزاین کردن. جدی دیزاین مهمه، خیلی مهمه. آپو بله. بچه عاقبت کوه با مرتلی. ببخشید شما عکاسی آقا؟ عکاس حیوانات هم جسور. من نخوره آبه گوساله اینجا رو کن اصلا سوراخ شده. چیه؟ شبیه علیرضا جیگی. سوراخ شده. گرفتی سوراخ شده. جدی هر چیزی که این ایرانی ها ترند میکنن رو ازش فاصله. کلا حتی اگه ما معروف شدیم از آن فاصله. جدی اصلا علل خصوص اگر معروف شدیم از اون فاصله بگیریم. میدونی چرا؟ چون وقتی که معروف میشی احاطه میشی با اون آدمی که ازت تمجید میکنه و کم کم باورت میشه که لایق اون تمجیدها هستی. اون که تو رو نمیشناسه که یه چیز مثبت در توی ده و به اون واسطه دعوا شد. آقا سگه چرا دعوا شده بود؟ بالاتر دعوا شده بود اونجا. چه خوش خیشتن داره. جدی میخورت تا نمیدونم. آره خوابم دیده بودم مثلا یه سگ میخورتت؟ خواب دیده بودی سگ میخورتت؟ خواب دیده بودم گفتم آو. بعد سگا اومدن دنبال. وقتی نقطه جی توی کلنته احتمالاً چیزای دیگه هم اون تو هست. اینجا که دیگه فکر کن ای کاش مثلا همون یه دونه پت داشتیم اون تو. یک شخصیتی اون تو بود و زندگی میکرد. مثلا یه دونه گلدون نقطه آره. هر روز آب میدادیم. نقطه جی مثلا مثل شمال ما که میگیم مثلا انه 13 برای اون پته نقطه جی. اون پته میره مثلا نقطه جی و جوج میزنه با نوشابه. به پایان آمد این دفتر،
حکایت هم پاهم درد میکنه واقعا. اگه میخوان